شاهصنم 22 ساله از وادی وخش میگوید که 5 ماه پیش در خانه با گوشت سگ و روغن خیرس بر ضد بیماری سیل مبارزه برد. او و مادرش بیماریش را به خاطر آینده دختر پنهان داشتند، ولی خود معالجه در شرایط خانه حالش را سنگین تر کرد و مادر مجبور شد شاهصنم را در حالت سنگین به بیمارستان انتقال دهد. شاهصنم میگوید که 6 ماه در یکی از بیمارستان‌های ضد سیل بستری شد و با زیر نظر طبیبان با دارو و درمان طبابت گرفت. شاهصنم تنها جوان نیست که بیماری سیل را پنهان داشته است. شرافت 20 ساله نیز پیش از آنکه وضعش وخیم شود با مشورت پدر و مادر از راه استعمال گوشت سگ و طبابت مردمی پنهانی در خانه طبابت گرفته است. در نهایت با گذشت چند ماه درک کرد که این معالجه فایده ندارد و به بیمارستان آمد. شرافت میگوید که در مورد سرایتی بودن بیماریش آگاه بود، ولی مادرش او را مجبور کرد که از اطرافیان بیماریش را پنهان دارد تا که خواستگارها کم نشوند. دکترهای سیلشناس میگویند چون این رفتار والدین خیلی بد و خطرناک است، چون که شخص مریض نه تنها جان خود را در خطر میگذارد بلکه خطر سرایت کردن اطرافیان را هم زیاد میکند. تاش مراد علنظرف، یک دکتر سیلشناس بیماری های ضد سیلی ولایت ختلان، در صحبت به رادیو آزادی گفت صاحبای کسر روزگی نمیتونه خوب کردن ده استفاده روغن سگ و روغن خوبی همش گپه باید طبابت نمیکنه، باید میکروبی چوبچه میکروبی که خواه نمیکشه و پروست همون موجودات ارگانیزم را کم در بقوات نگاه میدونن برای همه استفاده برن. دکتران سیلشناس میگویند بیماری سیل بدون استفاده داروهای مخصوص طبابت نمی شود، ولی در میان مردم چنین باور است که گویا گوشت سگ، روغن خوک یا خیرس یا جیره فایده دارد. سهراب کمالوف، یک پزشک سابقه دار سیلشناس در ختلان میگوید اگرچه در میان مردم شمار گرفتاران بیماری سیل کاهش یافته است، ولی کار در امر آگاهی مردم باید ادامه یابد. و میگوید باوری مردم به اینکه از راه استعمال گوشت جانوران وحشی می شود به این بیماری پیروز شد یک باوری قدیمی مردمی است، در حالی که طب معاصر این را و تنها مراجعت به مؤسسه کسبی طبیبی را در چنین حالتها تقاضا می کند. دکتران سیلشناس میگویند که آمار آنهایی که اول بیماری را پنهان می‌دارند در دست نیست، چون آنها در علاهیدگی ثبت نمی شوند، ولی در میان آنها اکثر جوان دختران می باشند. سال گذشته در ولایت ختلان 746 نفر زنان میان سال، زنان قابل تولد و جوانان به بیماری سیل گرفتار شده در طبابت قرار دارند. شماره عمومی بیماران سیل در 6 ماه سال 2017 1137 نفر ثبت شدند. در طبابت و داروهای ضد سیلی سازمان‌های بین المللی بهداشتی در تاجیکستان نیز سهم می‌گذارند. ماه نوامبر سال 2017 آلمان 35.5 میلیون یورو به تاجیکستان جدا کرد که یک بخش آن برای مبارزه بر ضد بیماری سیل اختصاص داده شده بود.